ببین بذار من رک بگم. من همیشه میگم یه سرمایه گذاری که خودش بررسی و مطالعات ابتدایی رو نداشته هیچ موقع نمیتونه انگشت اتهامش رو بگیره به سمت بازاری که موفقیت آمیز بوده، بازاری که رشد داشته، بازاری که ثبات اقتصادی داره، به خاطر اینکه این سرمایه گذار خودش بررسی های لازم رو نداشته قبل از اینکه بخواد سرمایه گذاری کنه و الان که به ضرر رسیده نمیتونه انگشت اتهامش رو به بازاری بگیره که خیلی‌ها به سود رسیدن، خیلی‌ها ثروتشون چند برابر شده. برای همینه که میگم بررسی، مسئولیت شما به عنوان یه سرمایه گذاری اینه که بررسی‌های لازم رو داشته باشید و مطالعاتتون رو تکمیل کنید، بعد اقدام به سرمایه گذاری کنید. طبیعتا این بازاری که داری میگی، این بازار توی رکورد خوبی رو به ثبت گذاشته توی 50 سال اخیر، تو سابقه خودش از زمان پیدایشش بخوام این بازه زمانی نمیدونم بگیم بلند مدت یا کوتاه مدت، ولی برای سرمایه گذاری میایم وقتی که نگاه میکنیم در تمام دنیا الان زبان زده. خب این یک به راحتی به دست نمیاد، زحمت براش کشیده شده. دقیقاً. ببین اگر بخوایم حالا اصلا کلا جدا از بازار، چون ما بازار ملکی و سرمایه گذاری رو اگر بخوایم واقعا یه تاریخ دقیقی بدیم از زمانی که خب به هر حال خارجی‌ها تونستن اینجا ملک خریداری کنن و سندهای مادام العمر داشته باشن، این رو اگر بخوایم مثلا میگم توی این دو دهه اخیر یا نهایتاً 25 سال اخیر بخوایم حساب کنیم، همیشه ما رشد داشتیم. بله نوسان داشتیم، افت قیمت داشتیم، ولی باز دوباره برگشتیم به جای قبلمون. و یکی از مواردی که در امارات خیلی زبان زد هست در دنیا، مقابله با بحران هستش. بله. امارات جاییه که به هر حال معروفه که چطور میتونه با بحران‌های مختلف به قول معروف دست و پنجه نرم کنه و از اون بحران‌ها عبور کنه و به حالت عادی خودش برگرده. جدیدترین بحرانی که ما داشتیم بحران کرونا بودش. بله دقیقاً. و امارات از اولین کشورهایی بود که تونست با این بحران به طور راحت مقابله کنه. ما اینجا اصلا قحطی مواد غذایی نداشتیم، در صورتی که من شنیده بودم در خیلی از کشورها، حتی کشورهای پیشرفته، این مشکل رو داشتن. بله و دولت امارات به عنوان یک دولت، حتی کسانی رو من دارم که تو بخش ترید مواد غذایی هستن که به من میگفتن این دولت از کشورهای که محصولاتی رو خریداری میکرده خودش الان داره با قیمت بالاتر خریداری میکنه، وارد کشور میکنه که ما مسئله کمبود و قحطی رو نداشته باشیم. اینجا میتونیم فلش بک قیمت‌ها عوض نشد. خب همینجا میتونیم فلش بک بزنیم. فکر میکنم به اون موضوع اول و اون سوال اول من که گفتم چرا امارات، چرا دبی، خب برمیگرده به این سرویسی که شما دارید میگین. اینا جزء سرویسی میشه بیان بشه که داره دولت و اون حکومت برای شهرونداش فراهم میکنه.